در ادامه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در قصر تاریخی ارباب ملاقاتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف با اهل زیا و فعالان ولایت سوخت دایر گردید. ضمن سخنرانی راهبران دو دولت با هم دوست امomali رحمان و شوکت میرزیویف اساس همکاری متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان را به عمومیت‌های حدودی، جغرافی و تاریخی و فرهنگی دو مملکت همسایه ارزیابی نمودند. گزارشی خبرنگاران ما. سروری دو کشوری دوست و برادر مرحبا، نور بر جا، مهر در دل، تاج بر سر مرحبا. قصر ارباب بر نجات خلق شد عالم پرر، بر دل قصر نجات ماه و اختر مرحبا. السلام ای قدردان مهر دریا خوش کردینگیز، صاحب صحبت امکان دستی بهبها خوش کردینگیز. اهل خوجند جنبالی تشریفینگیزگه منتظر مرحبا. عزیز مهمان قیاس سیما خوش کردینگیز، قدمهایتان فرخنده باد مهمانانی ارجمند. عزیز مهمانlar تقدیرساز ارباب قصریگه خوش گرفتید. 11 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در قصر تاریخی ارباب با اهل زیا و فعالان ولایت سوخت ملاقات نمودند. به خاطر پذیرایی مهمانان عالی قدر صحن حولی و درآمدگاه قصر با شکوه ارباب ایدانه آرا یافته بود. در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان با صمیمیت خاص مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را به تاجیکستان خیر مقدم گفته با خوشنودی تاکید داشتند که هر یک واخوری جانبها و محاکمه رابطه‌های دو جانبه برای تحکیم شریکی استراتژی سهمی باسزا می‌گذارد. همکاری متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان با عمومیت‌های حدودی، جغرافی و تاریخی و فرهنگی دو مملکت به هم دوست و همسایه اساس یافته تاریخی چندین عصره دارد. رشد و تحکیم همکاری دوجانبه بین تاجیکستان و ازبکستان نه تنها برای آینده خلق‌های ما بلکه برای تأمین صلح و ثبات و امنیت در تمام منطقه نیز اهمیت استراتژی دارد، اظهار داشتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان. همچنین سرور دولت تاجیکستان درباره موقع یگانه و استوار دولت‌ها و مردمان دو مملکت برای ادامه رشد مناسبت‌های شریکی استراتژی اندیشه‌رانی کرده تاکید داشتند که جانب‌ها با استفاده از باوری و اعتماد بین همدیگری برای نائل گردیدن به تطبیق توافقات پیشین تلاش خواهند کرد. تاکید گردید که خلق‌های ما نوابسته از مشکلات زیاد و رویدادهای تاریخ همیشه برای حفظ عنعنه‌های نیک دوستی و برادری تلاش می‌ورزیدند و بهترین آنها را تا امروز نگاه داشتند. در واقع تاجیکان و ازبک‌ها همیشه به تحکیم رشته‌های دوستی و برادری کوشش می‌کردند و صداقت خود را به این ارزش‌ها ثابت نمودند. نمونه واضح این گفته‌ها مناسبت‌های دوستانه و برادرانه مولانا عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی می‌باشند. ضمن سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از پذیرایی گرم و صمیمی دوستانه و برادرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان و مردم تاجیک اظهار خوشحالی و سپاس و قدردانی کردند. جانب‌ها با قناعتمندی اظهار داشتند که گشودن همه گذرگاه‌های سرحدی و برقرار نمودن حرکت منتظم نقلیات اتومبیلی، راه آهن و هوایی بین دولت‌های همسایه به منفعت صاحبکاران و مردمان هر دو مملکت بوده جهت گسترش مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی شرایط مساعد فراهم آورد. گسترش روابط فرهنگی و گومانیتاری و منتظم برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی و همایش‌های علمی با اشتراک
адибону олимон ва арбобони фарҳангу санъати ду мамлакат аз мавзӯъҳои дигар ва муҳими мулоқот бо аҳли зиё ва фаъолони вилояти Согд ба ҳисоб мерафт. пас аз суханронии сарони давлатҳо, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Матлубаи Мирзоюнус ва сокини ноҳияи Деваштич Наврӯза Мамирова баромад карда, барои фароҳам овардани шароиту имконот дар самти рафтуомади озодонаи шаҳрвандони ҳарду мамлакат, рушди сайёҳату тиҷорат ва дигар тадбирҳои зарурӣ, ки боиси ба ҳамоии халқҳои тоҷику узбек гардид, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳори сипоси амиқ намуданд.